سلام عرض ادب آقای فرزاد شهپرور، خیلی خوش اومدید. خیلی بهتون تبریک میگیم واسه اینکه به این مرحله از برداشت سود رسیدید. خیلی خوشحال میشیم که اول خودتون رو معرفی بکنید و اینکه از تجربیاتتون در بازارهای مالی بگید که چطور وارد مارکت شدید و تا به اینجا چه مراحلی رو پیش رفتید و که به این مرحله رسیدید. اه، اولا من از خود خیلی ممنونم که این فرصت رو برای ما فراهم کردید که بتونید صحبت بزنید. تو من تقریبا به طور مداوم حساب کنیم حدود 2 3 سالی میشه که دارم وارد بازارهای مالی هم، ولی یه 6 7 سالی میشه که در زمین های مختلف از جمله بورس ایران باشه یا مثلا فارکس و باینری همین فعالیت داشتم، ولی به طور مداوم 3 سالی که کلا هست. درسته، بسیار. حتی میتونست بله. و چه مدتی توی حالا فارکس کار میکنید؟ با ویمستر ترید آشنا شدید؟ من از طریق یکی از دوستای صمیمیم تقریبا حدود 1 الی 2 ماه که با شما آشنا شدم. درسته. این هم اولین اکانتی که من از شما تهیه کردم که الانم خیلی خوب از پشتیبانی گرفته تا قوانین بروکر و همه چیز با اینجا عالی بود. خیلی ممنون، مرسی از نظر شما. خیلی خوشحال میشیم راجع به استراتژیتون واسه ما توضیح بدید که چه استراتژی استفاده میکنید و اینکه حالا اکثرا چه نمادهایی رو معامله میکنید در معاملاتتون و بعد از اون حالا توضیح بدید اون 4 تا معامله‌ای که داشتید رو، استراتژیش رو. داشت می‌کشم. تقریبا سپاس. 99% معاملات من روی نماد طلا هست. خیلی کم در حد مثلا از 100 تا معامله یک معامله میتونه یورو یا پوند میگیرم، ولی 99% طلا رو میگیرم. استراتژی معاملاتی بیشتر بر پایه پرایس اکشن کار میکنم و اوردر بلاک و اپریزیو و کندل، بیشتر کندل شناسی، شکلهایی که کندل ها شکل میگیرن برای من خیلی مهمه. اینکه بتونی با این حرفی که کندل ها برات میزنن رو بتونی، به نظرم کارت خیلی راحت‌تره و زیاد قرار نیست سختش کنی. همین که بفهمید چارت با حرف بزنه، خیلی میتونی راحت‌تر تریت بزنی. قرار نیست مسابقه خیلی سختش کنی. من بیشتر بر پای پرایس اکشن و کندل شناسی. درسته، خیلی عالی. ممنون میشه اون معاملاتی که روی طلا و حالا یورو داشته بهتون ارسال شد رو یه نمایش بدید، منطق ورودش، اینکه تارگت و استاپ رو بر چه اساسی گذاشتید. اول من این تارگت استاپش رو بگم. استاپ کل معاملات من تقریبا بین 1 تا 1.5%. یه حجم معاملاتی هم با اون تنظیمش میکنم. بعد درست. تی پی هم من اکثر معاملات رو قبل از تی پی میبستم، یا تی پی رو قبل از تی پی که مد نظر من بود قرار میدادم، خاطر این ثباتی که اکانت داره. بله. بعد الان 4 تا معاملی که گفتید، یکی شبیه یورو رو نشون میده. یه دونه روی بله، راست. این هم به خاطر هم که جای خوبی بود. یه لحظه من تایم فریم میشم. این ناحیه یه لحظه. ام، آها. این منطقه‌ای که من باکسش رو کشیدم و بعد از شکست این کفی که تشکیل داده، یه دونه یه دونه کندل خلاف جهتش زده و شکلش برای من عجیب بود، و همین که داخل یه اسپایکی که زده یه دونه کندل خلاف جهت زده و همینم مساعد بوده با شکست کفی که داشته. درست. در آینده هم نگاه کنید، یه بار این کندل رو امتحانش کرده، ولی خب خوب نریخته. یه بار دو بار امتحانش کرده. از این طرف از پایینم یه دونه کندل این بار این پایین داریم که اینم خیلی مهمه برامون. من بیشتر رو پای این اوردر بودم، ولی خب دیدم سلش جای خوبیه، یه ریسکی روی سلش کردم. هم من اینجا هم سلش رو گرفتم هم بایش رو گرفتم، ولی بایش رو زودتر بستم چون به خاطر ثبات اکانت زیاد بالا نره. یه بار دو بار این باکس بالا که من مشخص کردم و تست کرد،
ولی این نقدینگی های پایین رو خوب ضم نکرده بود و این باکسی که پایین کشیدم انگار داشت چشمک میزد واسه قیمت که بکشه پایین، نقدینگی پایین رو ضم کنه بره بالا. همینطور که میبینید نقدینگی پایینی که ضم کرده پریده به سمت بالا. هم من سلش رو گرفتم هم بایش رو گرفتم. بسیار عالی، خیلی ممنون بابت توضیحاتتون. نماد طلا رو اون سه تا معاملاتتون رو اینطور نشون بدید خیلی ممنون میشیم. داش فرصت کلا سه تا معامله بود من حساب اینجا. یکیش همین معامله است. یه بله. دونه 14 گرفت چون ریسک تریدام بین 1 تا 1.5 درصده، یکم حجمش کم افتاد. اشتباه خودم بود، مجبورن یه دونه 15 صدمون دوباره گرفتن. اینم به خاطر همین یکی از درست. استراتژی هایی که میگن تری درایو، یعنی قیمت میاد یه دونه اسپایک میزنه، یه دونه حرکت تند میزنه، جهتش مهم نیست، جهت دل باشه جهت پای باشه، بالا باشه پایین باشه. قیمت همینطور که اینجا میبینید یه دونه میاد اسپایک میزنه که من اینجا یک دو تا سه تا گله واسه خودم مشخص میکنم. سومی گله‌ای که میزنه من در برگشت قیمت به پایین برای زدن نقدینگی پایین یه دونه معامله به سمت بالا گرفتم که این منطقه‌ش رو هم بیاید عقب‌تر سمت چپ چارت. یه دونه اینجا کندل یو ام داریم، درست. از روی همین کندلی گرفتم که همین کندل در آیندهش باعث شکست سقفش هم شده. در برگشت قیمت به اینجا یه بار واکنش داده، من واکنش دومش رو گرفتم. واکنش اولش نتونست سقف بزنه، همین که اون دوباره به این ناحیه، من واکنش دومش رو گرفتم. همین معامله میتونست تا سقفش هم بره که رفته، ولی خب من چون واسه اکانت بیشتر بستم. درست، خیلی ممنون. آها، یکی هم من اینجا آینا حقیقتش اینجا من اولش انتظار بای داشتم، ولی من اولش اینجا به خاطر این پازی که اینجا تشکیل داده انتظار بای داشتم، ولی چون کف این پاز شکست، بایم داشتم البته بایم استاپ خورد. به خاطر این پازی که اینجا بود و یک کندل پینبال خوبی هم زده بود انتظار بای داشتم، ولی شکل کندلا به من نشون داد انگار میخواد بازم بریزه برای زدن کف پایین خودش، برای زدن این کف پایین خودش. شکل کندل 3-4 تا کندل بلا تکلیف زد که بیشتر شادو بودم و بدنی خاصی نداشتم. مثلا من یه ریسکی کردم با سقف همون کندلا، به اصطلاح سقف همون کندلا وارد سل شدم که بازم این بیشترم ریخته به همون ناحیه که من مشخص کردم، یه بارم دوباره واکنش داده که بازم بیشتر میشد گرفت، ولی خب بازم به خاطر ثبات من زودتر بستم. واسه همین میگم تی پی ها رو با ثبات تنظیم میکنم تا اینکه پی خود ما بشه. درسته، خیلی عالی، ممنون. یه دونه هم این طرف مونده، یه دونه هم این معامله است. این درسته. معامله بازم دوباره همین اوردی بلاکی که تشکیل داده از نظر اینکه این تضاد بود، کندلش هم کامل بود. یه بار واکنش داده، سقفش هم زده، ولی چون بالاتر از این یه دونه سقف مهم داشتیم که زدنش برای من مهم بود، اگه میزد میتونست ادامه بده.
بازم در برگشتش به همین اوردر بلاک من با استاپ کف پایینش دوباره وارد معامله شدم. درسته. خیلی ممنون بابت توضیحاتتون آقا فرزاد، خیلی متشکریم از شما. و اینکه می‌خواستیم نظر شما رو بپرسیم در مورد اینکه چه توصیه‌ای واسه تریدرهای وی مستر ترید و اشخاصی که توی بازارهای مالی فعال هستن دارید تا به این مرحله از برداشت و ثبات برسن، و نظر شما در مورد ثبات سود و اینجور چیزا چی هستش در شرکت وی مستر ترید؟ در شرکت من اولین باری که با شرکت شما آشنا شدم جذاب‌ترین چیزش واسه من همین ثبات بود. اولش برای من خیلی سخت بود، چون من خودم یه شخصیم که اکانتم باز باشه باید ترید بزنم، یه موقعیتی واسه خودم پیدا میکنم. ولی این ثبات باعث شد من روزانه یه دونه 2 تا ترید بزنم بمونه روز بعد و یه ریسک زیادی نکنم، چون به خاطر ثبات یه روز ضرر کنی انگار 2 روز عقب میفتی. همین خیلی منو بهتر معاملات منو بهتر کرد، باعث شد معاملاتی که بیشتر واسه ضرر میشدن جلوشون رو بگیرم و بیشتر تمرکز کنم روی موقعیت هایی که احتمال تیپی شدنش خیلی بالاست. واسه همین ثبات درسته خیلی هم میگم مثلا بده، ولی به نظر من خیلی هم خوبه واسه اون کسی که نمیتونه مثلا تعداد معاملاتش رو محدود بکنه. درسته. خیلی ممنونم، مرسی از شما آقا فرزاد، خیلی ممنون که تشریف بردید. انشالله حالا ویدیو رو با اجازه شما توی فضای مجازی حالا یوتیوبش اگه اوکی بشه بازنشر میکنیم، شیر میکنیم تا بقیه دوستانم از تجربیات شما استفاده بکنن. من باز اطلاعات تکمیلی به شما از طریق تلگرام خودم میفرستم. ممنون، دست دارید. خیلی ممنون، مرسی تشریف بردید. فعلا خدا نگهدار. ممنون. خدا. Mr. Sufyan, it's over. You can stop recording now. We Master Trade.